اینها وقتی که میخواستند که در تاجیکستان دهشت و وحشت باندازند، حاضر ای تاجیکستان دستشون بریده است، پشتشون کوتاه است، اومدن نمیتونن. برای چی؟ تروریست بودن و اکستریمیست بودن اینا را مردم تاجیک شناخت. تاجیکای 90 نیستن تاجیکستانی‌ها. میگه یک حدیث پیغمبره که یک انسان از یک سوراخی دو بار باید مار نگزد، یعنی گزیدن نمیتونه. یک بار که گزید دفعه دیگه دستش در هم سوراخی نمیموند. برای چی؟ برای میگزه مار. لیکن مردم تاجیکستان هم از خنایی که امروز و میگن همه گوشاشون و چشماشون پر شده، گوشاشون پر شده، سرشون پر است که ما عدالت میخواهیم و آزادی وجدان نیست دیگه و دیگه. و بعد در تای کوسن امکاسه بود است که همون دهشت و وحشت باید میدن. حاضر او ایجاد دهشت و وحشت کردن نمیتونن. در اروپا انا اکر جمع شدگی و در همون خوجهای خارجیشون هدایت داده و راهنمایی کردن که به این راه با تاجیکستان بدنام کنن. نه که فکر میکنن ما که هزار که در اروپا گپ زنن و فکر کنن و دیگه کنن، دیگه این تاجیکای 90 نیست. تاجیکای امروز میفهمن که ما سرم حمایت شما، ما سرم از خون رجای شما. ما فهمیدیم که با بار دیگر با فرمان و ایده های خوجهای خارجیشون با میخواین تاجیکستان یک بار دهشت و وحشت را بیاریم، لیکن کوتاش دیگه پاشون دیگه وحشت دهشت را آوردن نمیتونن. و فعالیت دولت هم امروز هم در داخل هم در خارج نسبتی همین اغواگرها و همین مثلا یعنی دهشت انگیزا خوب است. رزولتات خودش یعنی چی میگم ثمره خودش داده است.